سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به جلسه دوم کلاس رزومه نویسیمون. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. امیدوارم که جلسات قبل رو دیده باشین و واقعا براتون مفید باشه. انشالله بریم که این جلسه رو هم با هم دیگه پیش ببریم. توی این جلسه قرار بود که رزومه نویسی رو به صورت عملی توی کنوا یاد بگیریم که چجوری بیایم یه رزومه خوب به صورت فایل PDF برای خودمون بسازیم که برای همیشه توی گوشیمون داشته باشیمش که هر جایی نیاز بود اون رو برای کارفرماهای مختلف که آگهی‌های استخدام مختلف میزنن ارسال کنیم. خب اول از همه کنوا رو دانلود کنید. حالا نسخهش اگر نسخه پرو بود که خیلی عالی و نسخه پروش هم خیلی گرون نیست اگر بخواید تهیه کنین. چند وقت پیش من تهیه کردم، ماهانه 47 تومن بود، 47000 تومن. اگر نسیم کنوا رو توی اینستاگرام سرچ کنین پیج رو براتون میاره که کامل آموزش کنوا رو داره و اونجا نسخه پروی کنوا رو هم میفروشن، یعنی خود تیمشون اینجوریه که این نسخه رو میفروشن و میتونید از اونها تهیه کنید. اگر هم نسخه پرو ندارین هیچ اشکالی نداره، اصلا رزومه نویسیمون خیلی راحت با همین نسخه رایگان کنوا انجام میشه، میتونیم انجامش بدیم، یه رزومه خیلی خوب بسازیم. من برای اینکه رزومه نویسی رو به صورت کامل بهتون نشون بدم مرحله به مرحله پیش میرم. خب اول از همه وارد کنوا که شدیم، از قسمت این صفحه رو کامل برای شما میاره، یعنی هیچ جای شما رو نمیبره. اگر ثبت نام انجام ندادین کافیه یک ایمیل بهش بدین، با استفاده از اون ایمیل وارد بشین و ثبت نامتون رو انجام بدین. از این صفحه این بالا جستجوی الگوها کلمه رزومه رو سرچ میکنیم. خب کلی رزومه برامون میاره، ما همون رزومه رو میزنیم که مثلا فارسی و انگلیسی و ایناشو تفکیک نمی‌کنیم. اینجا می‌بینیم که کلی رزومه برامون میاره. خب که ما میتونیم طراحی رزوممون رو با استفاده از این قالب‌های آماده، اینا یه سری قالب آماده است بچه‌ها، انجامش بدیم. خب که هر کدوم رو دوست داشتیم میتونیم استفاده کنیم. بعضی از قالب‌ها پولیه، اونایی که اینجا علامت این تاج رو داره یعنی اینا پروه، باید حتما از نسخه پرو استفاده کنی تا بتونی استفادهش کنی. اما میتونی از خیلی از این قالب‌های آماده که به صورت رایگان هست استفاده کنی. مثلا این قالب آماده رو من انتخاب میکنم، پروژه رو برامون باز میکنه، خیلی راحت میتونیم دونه دونه تغییرات رو اعمال کنیم و یه رزومه خیلی خوب برای خودمون بسازیم. خب از قسمت عکس شروع میکنیم. دستتون رو اگر روی قسمت عکس نگه دارین، این پایین نواری که براتون آورده، اولین چیزی که براتون نوشته جایگزین کردن، این رو اگر بذارین شما رو میبره توی گالریتون و میتونین یه سری عکس مورد نظرتون رو انتخاب کنین. حالا هر عکسی که مد نظرتون هست رو انتخاب میکنین برای رزومتون. گوشی منم پر از عکسای کارفرماست. حالا این عکس رو انتخاب میکنم، خودش جایگذاری میکنه. میبینیم فقط حتما نکاتی که راجع به عکس بهتون گفتم رو در نظر داشته باشین، اونها رو رعایت کنین. قبلش یک عکس خوب از خودتون بگیرین، یا اگر هم عکس خیلی خوب ندارین از خودتون، با هوش مصنوعی یه دونه از عکساتون رو براش ارسال کنین. بگین که مثلا پس زمینتون سفید باشه، عکس شلوغ نباشه، عکس رو به دوربین باشه، حتما یه لبخند خیلی ملیح داشته باشین، ژست خاص مثلا خیلی عجیب غریب نداشته باشین. اینا رو که به هوش مصنوعی بدین با چت جی پی تی یا نانو بنانا خیلی راحت میتونین یه عکس خیلی عالی برای رزومتون بسازین. یکی از قابلیت‌های هوش مصنوعی که خیلی الان به دردمون میخوره همینه، واقعا میشه ازش استفاده خیلی عالی کرد. خب عکستون رو که جایگذاری کردین، حالا وقت اینه که از این قسمت بالا دستتون رو اگر روی این مورد نگه دارین، حالا میتونین بنویسین که در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنین بچه‌ها. خب مثلا یا اسمتون رو بنویسید. بچه‌ها همه اینا رو میتونین به صورت کامل دوباره تغییرش بدین. حتی میتونین مثلا چپ و راستش کنین، یعنی اگر با اینکه عکس این سمت اوکی نیستین بیارین مثلا کلا این قسمت رو مثلا بیارین اینور. اینا همه خیلی خیلی راحت قابل چیز دیگه میتونین تغییرش بدین، قابل تغییره. اینجا اگر روش ضربه بزنین ببینین اینجوری میشه براتون. پاکش میکنین و مثلا مینویسین که امینه مثلا عبداللهی. خب حالا از اینجا این نواره میتونین از این قسمتی که من دستم روش نگه داشتم، ببخشید، از این قسمت فونت مورد نظرتون انتخاب کنید. بچه‌ها اگر نسخه پروی کنوا رو داشته باشین میتونید هر فونتی که دلتون میخواد رو اضافه کنید، اما اگر ندارین هیچ ایرادی نداره. میتونید مثلا با یکی از این فونتایی که خودش داره، خیلی از فونتای فارسی رو داره، مثلا فونت تیتر، فونت شفیق، فونت تبریزی، فونت کتیبه، این فونتای فارسی رو داره که میتونید استفاده کنید. من برای اسم از فونت چی براش استفاده میکنم؟ از فونت تیتر که بولد باشه، خیلی خوب نوشته بشه و اینا، و سر جای معین جاش میدین. اگر احساس میکنین که جاش تنظیم نیست میتونین اینجوری تنظیمش کنین، مثلا بیاریمش وسط‌تر. خب سر جای معین میذاریمش. خب حالا اینو مثلا پاک میکنیم، به جاش از قسمت نوشتار اینجایی که برامون زده روی نوار پایین اینجا
خب روی این ضربه میزنیم و مینویسیم مثلا از اینجا نوشتن کادر، ببخشید یه چیزی شد، نوشتار رو میزنیم، نوشتن کادر رو میزنیم. خب یه بار قبلا برامون انجام داده. خب نوشتن کادر رو میزنیم و مثلا چیز دیگه ای که مثلا می‌نویسین سناریو نویس و کمپین منیجر اینستاگرام. خب باز دوباره میایم از قسمت فونت دلخواهمون رو بهش میدیم که من این دفعه فونت شفیق رو بهش میدم. خب ببینین اعمال شد. حالا این تیکش رو که بزنین میتونین بیارینش این بالا، میتونین بزرگترش کنین. خب فقط بچه کار کردن با کنوا بدون استفاده از قلم هوشمند یه ذره سخته، برای همین ادیتاش یه ذره سخت در میاد. خب تو جای مناسب جاش میدیم. حالا یه جوری شد که مثلا قابل تحمل باشه. بعد با توجه به چیزهایی که توی جلسه قبل بهتون گفتم میایم دونه دونه موارد رو اصلاح میکنیم. خب مثلا توی قسمت اول این رو مثلا پاکش میکنیم، به جاش مینویسیم مهارت ها. خب اصلا مهارت های من چیه، چه مهارت هایی دارم. خب و میایم چون فونتمون فارسی و داریم فارسی می‌نویسیم بهتره که از راست بنویسیم دیگه. اینا رو دونه دونه پاک می‌کنیم. چیزایی که احساس می‌کنیم ممکنه بهشون نیاز داشته باشین رو پاک نکنیم. مثلا ممکنه که به این ایموجی ها، این استیکرها اینا نیاز داشته باشین، پاکشون نکنین که دیگه مثلا بتونین ازشون استفاده کنید. مثلا من احساس می‌کنم این حالا این نه ولی این نقطه ها به درد می‌خوره. خب میتونین نقطه ها رو اگر بشه جا به جاشون کرد، بله بیاین اینجا دونه دونه مهارت هاتون رو بنویسین. مثلا چه مهارتی دارین؟ خب مثلا نوشتار رو میزنیم. خب نوشتن افزودن کادر اینو پاک میکنیم. مثلا مینویسیم مهارت سناریو نویسی استوری به صورت حرفه‌ای. خب باز دوباره میایم از این قسمت فونت مورد نظرمون رو بهش میدیم. خب و میبریم همونجا جاش میدیم. اینجا میتونیم فونت چیزم عوض کنیم. از اینجا میشه مثلا قسمت قلم فونتش رو تیتر بزنید. سعی کنید فونت‌ها با هم هماهنگ باشه. مثلا اگر از یک فونت استفاده میکنین دیگه نهایتا 2 تا فونت، همون 2 تا فونت رو توی رزومتون اصول طراحی رو دیگه رعایت بکنین تا رزومتون جذاب‌تر بشه. خب مثلا مهارت سناریو نویسی و سناریو نویسی استوری به صورت حرفه‌ای. خب بعد دوباره اینا رو هم دونه دونه باز میتونین اینجوری دست بزنین روشون، از قسمت حذفشون کنین. خب دوباره این نقطه ها اگر به دردتون میخوره رو بیارین اینجا. مهارت بعدیمون رو مینویسیم. مثلا دوباره چه مهارتی دارین؟ مینویسیم مهارت ادیت و طراحی استوری به سبک برند و شخصیت شما. خب حالا اینا رو دونه دونه میایم اینجا مینویسیم. باز اینجا فونتش رو میذاریم همون فونت، اینجا جایگذاریش میکنیم. جاهاشون خیلی مهمه بچه‌ها، جایگذاری کردنشون. اینو به این صورت بچه‌ها ادامه میدیم. خب سعی کنید حواستون باشه حتما چیزایی که استفاده میکنین، فونتایی که استفاده میکنین، رنگایی که استفاده میکنین، مواردی که استفاده میکنین خیلی یعنی اصول طراحی حتما رعایت بشه. دیگه خودتون ادمینین میدونین که دیگه نباید مثلا یهو این بنفش و سرمه‌ای چیز سفید و سرمه‌ای بنفش رو بهش اضافه کنیم یا صورتی رو بهش اضافه کنیم. اینا رو رعایت کنین، دونه دونه مهارت هاتون رو بنویسین. بعد از همین به همین شکل پایین اون میاین بیوگرافیتون رو بنویسین. الان یک رزومه کامل شده رو بهتون نشون میدم که میتونین با استفاده از همون رزومه کامل شده بدونید که چی میگم. اینو صرفا اینجا براتون آوردم برای اینکه بهتون بگم که چجوری میتونین توی کنوا حذف کنین، چجوری میتونین متن بنویسین، چجوری میتونین فونت بنویسین. اگر بخوایم خیلی کاملش کنیم واقعا وقتتون خیلی گرفته میشه. حالا بریم رزومه طراحی شده رو ببینیم. خب بچه‌ها این نمونه رزومه طراحی شده است که برای موقعی که من ادیت کار می‌کردم و برای خودم طراحیش کردم که با همین کنوا طراحی شده. می‌بینید بازم مثلا میشه دونه دونه اینا رو عوض کرد و مثلا چیزای مختلف گذاشت. همون جوری که بهتون توی قسمت اول کلاس گفتم، بعد از اینکه اسمتون رو می‌نویسین و زیرش می‌نویسین که مثلا ادیتور هستین یا سناریو نویس، که اینجا مثلا من باید می‌نوشتم ادیتور ریلز اینستاگرامی، مهارت‌ها رو می‌نویسین، زیر مهارت‌ها بیوگرافیتون رو می‌نویسین، کی هستین، کجا زندگی می‌کنین، به چه اپلیکیشن‌هایی مسلط هستین، چه جوری دارین توی اینستاگرام کار می‌کنین. مثلا من اینجا
نوشتم 2 سال سابقه ادیت ریلز و اینا دارم. حالا عکسش رو الان حذف کردم. عکس رو هم به اون صورتی که بهتون گفتم میذارین، تلفن، تلگرام، ایمیل، آدرس رو میذارین، دوره‌های گذرانده شده رو هم این قسمت گذاشتم. و یه قسمتی هم که خیلی مهمه اگر رزومتون داشته باشه، قسمت همکاری هست. اون قسمت هم خیلی مهمه. یعنی میتونین اگر که رزومه رو ریستر کنین، مثلا این مهارت‌ها رو ببرین بالاتر، یه ذره کوچولوتر، این زیر این قسمت مثلا بیاین قسمت همکاری‌ها رو بنویسین که با چه پیج‌هایی همکاری داشتین. اگر با پیج‌های بزرگ و خوب همکاری داشتین، حتما آیدی پیج‌ها رو بزنین و بنویسین، چون خیلی از کارفرماها میرن چک میکنن. مثلا مخصوصا برای ادیت میرن ریلزهای اونها رو میبینن، استوری‌های اونها رو میبینن. اگر که مورد نظرشون بود میتونن باهاتون صحبت کنن برای ادامه همکاری، و اگر خوششون نیومد که دیگه تماس نمیگیرن باهاتون. اینجوریه. این یک نمونه کامل شده است. حالا اینجا مثلا میتونید آیدی پیجتون رو بزنین یا زیرش بنویسین، مثلا اینجا که من اسمم رو نوشتم که دقیقاً چه کاری رو دارین انجام میدین. اینجوری کامل تر میشه. و چیز دیگه ای نیست واقعا که بهتون بگم. حالا یه سری نکات راجع به این که چجوری رزومه رو ارسال کنین، چجوری حرف بزنین با کارفرما، سر صحبت رو چجوری باز کنین و اینا رو به صورت وایس براتون توی کانال تلگرام قرار میدم. خسته نباشین. امیدوارم که آموزش براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحالم که واقعا بالاخره همت کردم آموزش رو براتون آماده کردم. مطمئنم، خیلی مطمئنم که به شدت به دردتون میخوره و خیلیاتون همین الان که دارین آموزش رو میبینین شاید چند ساله دارین کار میکنین و هنوز یه رزومه خوب ندارین، اصلا شاید رزومه نداشته باشین. خسته نباشین. امیدوارم که موفق باشین. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.